میگویند حقیقت الهی مثل خورشید است، واحد، روشن و بی‌نیاز از تفسیر. اما عجیب اینجاست که همین حقیقت واحد در طول تاریخ هر بار با لباسی تازه، کتابی تازه و پیامبری تازه ظاهر شده. اگر این حقیقت از آسمان آمده، چرا این همه نسخه متناقض دارد؟ چرا هر دین ادعا می کند خودش نسخه اصلی است و بقیه یا ناقصند یا تحریف شدند یا اصلاً از ریشه اشتباهند؟ چطور ممکن است حقیقت مطلق باشد اما هر چند قرن یک بار احتیاج به ویرایش جدید پیدا کند؟ نسخه قبلی ناکامل بود؟ مردم متوجه نشدند؟ یا پیام رسانها هر بار تفسیر خودشان را تحویل دادند؟ از بیرون که نگاه می‌کنی انگار داریم رقابت برندها رو می‌بینیم، نه یک حقیقت واحد. هر دین لوگوی خودش را دارد، شعار خودش را دارد و حتی کمپین تبلیغاتی مخصوص به خودش. و جالبتر این که همه هم مطمئنند تنها نسخه اوریجینال همون چیزی است که خودشان عرضه می‌کنند. اگر حقیقت واقعاً یکی بود، این همه نسخه الهی که این طور با هم دعوای اصالت دارند، چطور به وجود آمدند؟ و در نهایت سؤال ساده اما طعنه‌دار: آیا خالق اگر واقعاً اراده می‌کرد، قدرت نداشت یک دین واحد ارائه دهد؟